سرکرده حاضر این تشکیلات تروریستی محیدین کبیری در سال 90 با دسترسی مالیوی خواجگان برای از خودکنی تعلیمات مذهب شیعه به جمهوری عربی یمن فرستاده می شود و تحصیل خود را در تعلیمگاه‌های اسلامی ادامه می‌دهد که تدریجاً راه او در مجرای حرکت نهضتی هموارتر گردد. البته در این کشور او زیر تأثیر ایدئولوژی رویه‌های تندگرایی دینی قرار گرفته، پورا پیرو مکتب تروریستی اکستریمیستی سیاسی و مذهبی برای ملت تاجیک بیگانه می‌گردد. پس از گذشتن مکتب یمن، محیدین کبیری اکنون از یک دانشجوی تاجیک به یک عنصر رزویدکای کشور خارجی و یک طرح مخصوص تبدیل شده بود. او باید در قدم اول با سرمایه خواجگانش در حدود اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تجارت کلان تأسیس داده مالکیت زیاد می‌خرید. بعداً خود را به ترکیب راهبریت حزب نهضت جای می‌نمود. سپس باید راهبران اساسی این حزب را از بین می‌برد و راهبری حزب را خودش به دست می‌گرفت. جانبداران خود را در ریاست حزب جمع می‌کرد و در قدم بعدی حزب نهضت را پررز زیر نفوذ و اطاعت خدمات مخصوص کشورهای خارجه می‌درآورد و در نهایت با تشکیل تبادلات دولتی قدرت را صاحب شده تاجیکستان ما را به یک کشور تابع آن دولت تبدیل می‌داد.